هر دم از این باغ بری میرسد، ببخشید هر دم از این چاه بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. مد جدید یا برند جدید توی نظام در دوران پسابرجام پدیده است به اسم نفوذ. نفوذی که در نفوذ یعنی چه؟ نفوذ یا عدم نفوذ، این مسئله جدید روی میز نظامه. نفوذ یا عدم نفوذ، این روزها ظاهراً مسئله این است. امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور. دنبال نفوذ است. دشمن سعی می‌کند در زمینه فرهنگی باورهای جامعه رو دگرگون کنه. اون باورهایی که توانسته این جامعه رو سر پا نگه داره جابجا کنه. میلیاردها خرج میکنن برای این مقصود. این رخنه و نفوذ فرهنگی است. نفوذ سیاسی هم این است که در مراکز تصمیم گیری و اگر نشد تصمیم سازی نفوذ میکنه. نفوذ بکنند؟ مگه میشه؟ اصلا 10 تا لایه حفاظتی و امنیتی مگه دور همین بیت العنکبوت که توش نشستی نیست؟ کی میخواد نفوذ کنه؟ آقا چطوری نفوذ کنه؟ اول قرار کالاها حرکت کنن. اول ما نفوذ کالاها رو داریم. هر وقت کالاها اومدن خیالمون راحت. اما اگر کالاها نیومدن سربازان عبور میکنن. اگر کالاها نیومدن سربازا میان؟ ببخشید کدوم کالا؟ برای هر حوزه از برندهای معروف خارجی، اپل، آدیداس، نایک، مکدونالد، استارباکس، برای همه اینها صف کشیدن. اگر قرار کالای آمریکایی بیاد این با فرهنگ خودش میاد. شما دغدغه مکدونالد نداشته باشین، دغدغه فرهنگ داشته باشین که پشت سر اون میاد. و اینا اگه مکدونالد ساختن یه همبرگر خیلی براتون سخته، شما یه همبرگر رو 4 تا زمینه سرخ کنید بدید به خورد مردم بره. یعنی میگه بترسید از روزی که آق مجتبی با کفش نایک و شلوار آدیداس بره ورزش با یه همبرگر تو دست برگرده تو بیت عظما. اون روز دیگه روزیه که نفوذ عظیم صورت گرفته. حالا این صحنه برای نظام بدتره یا صحنه برچیدن سانتریفوژها و اکسید کردن اورانیوم ها و سیمان کردن عراق طبق برجام؟ من فکر کنم اتفاقا مسئله اینجاست اصلا. یعنی خود برجام اونقدر مهم نیست. ممکنه مثلا 10 سال بعد با تاوان سنگین بشه تمام این از دست داده های تکنیکی صنعتی رو دوباره بازسازی کرد در مورد صنعت هسته‌ای، ولی اون چیزی که از دست میره، یعنی اون نفوذ و اون دگرگونی ساختار قدرت درون کشور، اونه که دیگه مسئله میشه. این نفوذ هرچند که کلمه جدیدی به نظر میرسه ولی یک قسمت تکراری از یک سریال قدیمیه که قبلا با اسمهای دیگه دنبال میشد، ولی چون اونها نخنما شدن این بار میخوان با یک مارک جدید یا برند جدید به اسم نفوذ همون لباس کهنه رو دوباره به فروش برسونن. قبل از نفوذ اگر یادتون باشه بازار جنگ نرم بود، یا قبل از جنگ نرم فتنه بود، قبل از فتنه 88 انقلاب مخملی بود، قبلش شبیخون فرهنگی بود، قبلش تهاجم فرهنگی بود، قبلش استحاله فرهنگی بود. حالا سوال اولی که مطرحه اینه که این پدیده نفوذ چقدر خطرناکه؟ آیا مثلا این یک میکروب خیلی کوچولوئه که تو بدن نظام نفوذ کرده و باید سریع بیرونش کرد، یا اینکه یک سرطانیه که بالا تا پایین نظام رو طی کرده؟ نفوذ خیلی خطرناکتر از جنگه. در جنگ یک شخصیتی رو میکشن، شهید بهشتی رو شهید کردن، شهید رجایی رو شهید کردن، ولی یه وقت یه رئیس جمهور رو با نفوذ فکرش رو عوض میکنن، تصمیمش رو مطابق میل امریکا انجام میدن، نخبگان ما رو تحت تأثیر قرار میدن، بدون هزینه ما رو قشون خودشون قرار میدن. خیلی نفوذ خطرناکه. این نفوذ چجوریه؟ از راه دور سیگنال میدن به مغزش، فکرش رو عوض میکنن، لیزر میزنن، هم توی غذاش چیزی میریزن، بهش همبرگر میدن. چون واقعا به نظر میرسه که یارو کاملا مغزش عیب پیدا کرده. افتخار قانون اساسی ما اینه که میگه همه افراد حتی رهبری معظم نظام در برابر قانون یکسانند. مقام عظمای ولایت که نایب برحق بود، اراده برتر بود. یعنی الان ولی امر مسلمین جهان
با بسیجی دهنگشاد و حسین دوربینی یکسانن؟ آقا پس این نفوذ که میگن اینطوری میشه ها؟ بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا اونجا به بهانه‌ای بگیریم پرونده سازی بکنیم، بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور، بعد بگیم این خط نفوذ، این جریان نفوذ. واقعا با نفوذ مبارزه کنیم، با کلمه نفوذ بازی نکنیم. آره دیگه، وقتی با نفوذ بازی میکنن، بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره، زندان رفتنک داره. انتشار خبر بازداشت چند فعال سیاسی مطبوعاتی بلافاصله موج‌انگیز می شود. متهمان را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت کرده است. ببین عرصه نفوذ پنهان و عواملی که میان اینجا یارگیری میکنن، مثل همین بحثی که اخیراً ما در رسانه داشتیم. سازمان‌های هوشمندی مثل سازمان اطلاعات سپاه میاد با دقت سرشاخه‌ها رو میگیره، کشف میکنه این رو. یعنی رو در روی وزارت اطلاعات که جاسوسی میکنه، قوه قضاییه که حکم میده و نیروی انتظامی که دستگیر میکنه. یه چیز دیگه هم هست به اسم اطلاعات سپاه که هر سه کار رو با هم میکنه. خیلی هم جمع و جوره، خیلی هم آلاف و علوف نداره، فقط یه سخنگو داره به اسم آصف. حالا این آصف چه شکلیه، کیه، نمیدونیم. الان کجاست، نمیدونیم. مهم اینه که همه سرشاخه ها و دو شاخه ها و پیریزا دستشه، میاد روی خط مستدل توضیح میده که این متهمین چیکار کردن. نکته قابل توجه در این عناصر قلم فروشی و مزدوری بود. یعنی این عناصر به راحتی با تطمیع و دریافت مبالغ هنگفت قلم خودشون رو فروخته بودن و مطلب علیه کشور، منافع ملی و ارزش‌های انقلاب اسلامی منتشر می‌کردن. هشدار به همه اونهایی که قلم میفروشن، خودنویس میفروشن، خودکار، مداد آتود، ماژیک، مداد شمی، مراقب باشن. آصف چند وقت دیگه میاد سراغشون، کت بسته میبرتشون. کجا؟ معلوم نیست. مهم اینه که یه تعدادی باید دستگیر بشن این وسط. حالا سوال، این دستگیری ها برای مقابله با نفوذه یا دعوا سر لحاف ملاست؟ یعنی دارن تصفیه حساب باندی میکنن. عنوان میشه که در خصوص موضوع نفوذ به ویژه این بحث بعد از برجام گفته میشه که آقا بزرگنمایی صورت گرفته و این اقدامات قصد تصفیه حساب سیاسی بوده. شما نظرتون راجع به این موضوع چیه؟ من با این نظر موافقم. یعنی نگاه کن بحث نفوذی بحث مهمه. یه جوری سوال کرد که انگار اینم قراره بگه نه، خبر نداره که اینم خودش یکی از سرشاخه‌های نفوذه. آره چه جوریه؟ هر جایی که نگاه می‌کنیم نفوذ انجام گرفته. این تو، اون تو، هر تو. از مجمع تشخیص مصلحت نظام تا ریاست جمهوری تا این یارو دبیر شورای عالی امنیت ملی. بحث نظام الان چه جوریه؟ ما وضعمون تو این شرایط خیلی خطرناکه اصلا. خطرناکه. یا افرادی رو داریم که اینها استحاله شدن، سوابق خوبی داشتن، در انقلاب سوابق خوبی داشتن، تغییر هویت دادن ولی اعلام نمی‌کنن که هویتشون تغییر پیدا کرده. هنوز بر کرسی اون سوابق خوبشون سوارن و اون رو یدک میکشن و همه به عنوان اون سوابق اونها رو میشناسن. اینا خط نفوذ دنبال میکنن. یه چیزی شبیه نفاق. ما فکر کردیم داستان نفوذ فقط داستان همبرگر و مرغ کنتاکی و کوکاکولا و خیارشور و این حرفاست، ولی ظاهراً داستان نفوذ داستان فرو کردن دو شاخه نظام تو پریز آمریکاست که جماعت جام زهری و نوچای کوسی دنبالشن. دعوای اون یکی باند سر نفوذ هم بر سر همین دو شاخه است که آقا تو پریز آمریکا نره. این چه سودی واسه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران داشته؟ تمام سودش برای حاکمیت بوده، برای اینکه به کمک آمریکا ستیزی حاکمیت تونسته تمام صداهای مخالف خودش رو ساکت بکنه، منتقدین، مخالفین، ناراضیان رو به حاشیه برونه، بگه ما داریم با آمریکا می‌جنگیم. بنابراین ببینید که آمریکا ستیزترین چهره‌ها و شخصیت‌ها و جریانات در ایران دموکراسی گریزترین جریانات هستند. هیچ کدومشون نه درد دموکراسی رو دارن، نه درد آزادی رو دارن، نه درد آزادی بیان رو دارن. مذاکره با آمریکا ممنوع است. کدام عقلی اجازه می‌دهد که قدرتی مثل قدرت آمریکا را به عنوان دوست
به عنوان فرشته نجات انسان انتخاب بکنه. نباید اجازه بدیم نفوذ پیدا کند. شما اگر آمریکا ستیزی را از رهبری جمهوری اسلامی بگیرید، از نظام بگیرید، چیزی نداره برای گفتن. چی بگه؟ به اقتصادش بنازه، بگه این اقتصادی که درست کردیم که در دیوارش داره فساد میریزه. چی شد؟ رهبری جمهوری اسلامی چیزی برای گفتن نداره؟ من رهبری هیچ چیزی نگفتم. این خط قرمز رو حفظ کنید. آقای زیبا کلام ختمت خیلی سرش میشه حالیش قبول نگیره. بله، وقتی تب نفوذ میاد دیگه میتونی به مقام عظمای ولایت هر مارک و برندی رو بچسبونی، بعد هم کلیپش رو بذاری توی سایتت. نفوذ پارتیه دیگه. خدا یارو نگهدارت.